عزیزم سلام. امروز در خدمت شما هستم با آموزش جوجه. برای ساخت این جوجه ابتدا باید زیرکارش رو بهتون یاد بدم که چطور میتونیم انحنای دمبش و گردی شکمش رو در بیاریم. برای ساخت این جوجه ابتدا مثل همه آموزش‌های قبلی یک بیس دایره داریم. یعنی ما هر چیزی که می‌خوایم بسازیم ابتدا یک بیس دایره‌ای در میاریم و بعد روی این دایره شکلی که می‌خوایم رو تغییراتش رو میدیم. برای توت فرنگی دایره رو داشتیم، نوکش رو تیز کردیم و برای جوجه هم دقیقاً همون کاری که برای توت فرنگی انجام دادیم رو انجام میدیم. الان من شروع می‌کنم نوک این دایرم رو ببینید اول با دستم یک کمی فرم میدم که شبیه تخم مرغ بشه. ببینید این شکمش دایره است، نوکش رو دارم هی فرم میدم با دستم که یکم شبیه اشک، شبیه همون توت فرنگی در بیاد. و بعد شروع میکنم این قسمت بالای سر که این قسمت سر جوجه است، شروع میکنم به فرم دادن. ببینید این دایره شکم رو کاری نداریم ولی سر رو یک مقدار داریم جمع میکنیم. ببین این دایره است، این سر یک مقدار حالت کله‌قندی و تیزی داره، خیلی هم تیز نه، در حدی که حالت دایره یک کمی جمع تر باشه. ببینید هر کاری باید بیس زیرکارش رو ما دقیق در بیاریم. روی کوبیش مثل همه اون چیزهایی که تا الان آموزش دادیم روی کوبی ها شبیه همه، منتها زیرکاره و بیسشه که با هم متفاوته و هر شکلی یک تکنیک خاصی داره. همینجوری که دارم هی نوکش رو تیزتر و سفت‌تر میکنم با دستم هم هی شکل میدم. ببینید تقریبا اون نوک تیزی که برای سر جوجه هست رو من اینجا در آوردم. ببینید اینم شکم جوجه است. حالا میخوام دمب جوجه رو در بیارم. ببینید اینجا اگر شکم جوجه باشه و اینجا سر جوجه باشه، دمبش دقیقاً این کنار میشه. حالا چه کار کنم که این دمب کار رو در بیارم؟ ببینید دمبا دارم در میارم. این دایره ما سر جای خودش میمونه. واسه ساخت دمب ما یک مقدار الیاف رو برمیداریم و دقیقاً همین جایی که قرار دمب بیاد میذاریم. ببینید من دارم بهش الیاف اضافه میکنم. بعضی از جا هست که میایم الیاف رو با دست ورز میدیم و با سوزن مثل سر جوجه اونو جمع میکنیم، ولی برای چیزی که میخوایم بهش اضافه کنیم باید الیاف بذاریم روی کار و بزنیم. الان من دارم الیاف رو میزنم، همینجوری که دارم میزنم حالت گردی دمبم دارم رعایت میکنم. ببینید دقیقاً داره شکل دم هم گرفته میشه. ببینید من هی اضافه ها رو میارم. الان وقتی که کامل کوبیدنم تموم بشه شما متوجه فرم دم میشی. الان توی فیلمم داره مشخص میشه که یک مقدار داره فرم دم گذاشته میشه. حالا شما دمبتون رو میخواین بزرگتر کنین، اصلا خروستون میخواین بزرگتر باشه، مرغتون میخواین بزرگتر باشه، بسته به ابعادی که داریم یک مقدار فرم میدین. ببینید اصلا حالت اشکی بودن کار داره قشنگ در میاد. این قسمت رو ببینید. ما سعی میکنیم برای آموزش ها یک زیرکار کوچیک برداریم، ولی شما میتونید در سایزهای مختلف این کار رو انجام بدین و برای انجام هر جوجه هر چیزی ابتدا بیس اولیه دایره است و بعد چیزایی که قراره بهش اضافه بشه رو اضافه میکنیم. ببینید الان با نوک انگشتم یک مقدار فرمش میدم. ببینید حالت دمب
مرغمون داره قشنگ در میاد به این حالت. و شما اگر توجه کنین بعد از زدنهای مکرر من این فرم دم کاملا در میاد. فقط شما باید دقت کنید که بعد از اینی که این فرم رو در آوردید حتما روی کوبی انجام بشه. شما نه یعنی اول روی کوبی بکنید بعد بیاین دنبش رو اضافه کنید. ما هر کاری که انجام میدیم با زیرکارمون انجام میدیم و بعد میایم روش رو روی کوبی میکنیم. الان شما اگر از نیم رخ این کار من رو ببینید فرم دنب مرغم قشنگ داره شکل میگیره. حالا یک مقدار دیگه بیشتر میزنمش تا این فرم دنبم قشنگ سفت بشه که موقعی که دارم روی کوبی میکنم نره الیافم داخل. این انقدر باید دنبم سفت باشه که وقتی الیافو میکوبم داخلش دیگه نره پایین، مثل همه زیرکارهایی که ما تا الان انجام دادیم. خب الان شما نگاه کنید حالت زیرکار دنب خروسم قشنگ مشخصه. ببینید این قوس مرغم قشنگ در اومده. بعد از اینکه این قوس مرغ رو در آوردیم یک مقدار این کفش هم میزنیم که صاف بشه که این دقیقاً ببینید صافیه. اینجا رو ببینید که قشنگ وقتی که روی زمین میذاریم این مرغمون صاف روی زمین قرار بگیره. ببینید و بعد روی کوبیش رو انجام میدیم. من ترجیح دادم که مرغم زرد باشه. چشماشو از چشمای آماده بازار تهیه کردم و یک مقدار قرمز رو مثل حالت چشم که دارم میذارم روی کار الیاف قرمز برداشتم و تاجش رو نصب کردم. این آموزش مرغمون خروسمونه. پس ابتدا دایره رو در میاریم، بعد دنب کار رو اضافه میکنیم و بعد کل کار رو روی کوبی میکنیم. موفق باشین. خدا نگهدار.